سلام دوستان، ابو میثم یهودی هستم. یک آموزش طلسم هستش، یک طلسم انتقام. دوستان خیلی تقاضا داشتن که طلسم انتقام بذارم. حالا من این طلسم رو یه ذره ارتقا دادم و قوی ترش کردم، با یهودی طلسمات یهودی قاطیش کردم و به طلسم بسیار قدرتمند هستش. و این طلسم انتقام رو به ناحق استفاده نکنید هیچ وقت، چون کارما داره و برمیگرده به خودتون. این طلسم کارش اینه که کابوس‌های وحشتناکی برای اون فرد ایجاد میکنه و بیشتر کابوس‌هاش هم درباره شتر هستش و به کلن به زندگیش آشفته و نابود میشه. کاری که میکنید این حروف رو میکشید، جدول رو میکشید، همه اینا رو میکشید. نیاز به توکید